سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی رو با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان من مومین احمدی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ پیشکش شما میکنم. امروز 5 ایول است. نگاه به چند موضوع برنامه. خانواده دو مرد از سوخت که با اتهام سفر به سوریه زندانی شدند زندگی سختی دارند. پدر میگوید امید داشت پسران در پیری کمکش میکنند. همین خیلی سونی اینجا شور شد که وای بچه ها سوریه و گذشته برفته اگه بود. من گفتم این خیلی شدنش ممکنی آخه. روز استقلال امریکا آلوده به خون شد. جوان در کنار چیکاگو 6 کس را کشت و 10 نفر را زخمی کرد. شرکت هایی که 50 میلیون سامانی ندارند از این به بعد اجازه ساختمان بلند آشیانه در دوشنبه را ندارند. به نظر من این تصمیم با کمکی ساختمان‌های بزرگی که دستشان دراز است گرفته شده است و این ساحه نیز دارد به مونوپول تبدیل می‌شود. برنامه را با خبری از خاروق آغاز میکنیم. در خاروق یک نواربردار مستقل را برای همکاری با کمیسیای 44 سازمان عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان به 11 سال زندان محکوم کردند. پیوندان میسر سعدانشایف مشهور به نام میسر کوهستانی روز 5 ایول گفتند دادگاه او را به خیانت به دولت گناهکار دانست. آنها میگویند با حکم راضی نیستند اما شکایت هم نخواهند کرد چون توانش را ندارند. میسر سعدانشایف 28 ساله است و حکمش را 24 ایون در خاروق اعلام کردند. مقامات حکم سعدانشایف را شرح ندادند. کمیسیای 44 در پی اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد. ادامه برنامه. زندانی شدن دو برادر در راه به سوریه بازداشت شده بودند پیوندان را در ناحیه سپیتامین ولایت سوخت گرفتاری مشکل کرده است. پدر و مادر آنها میگویند امید داشتند پسران در پیری دستگیرشان میشوند ولی حالا مجبورند که روزگار 6 فرزند آنها را نیز بر دوش بگیرند. شهرت و بکمراد ستیموفا چند سال باز با جرم پیوستن به سازمان ممنوع داعش در زندان قرار دارند. قصه این خانواده را همکارم فرزان محمدی بر رشته تصویر کشیده است. اویله ستیموفا در جماعت استقلال ناحیه سپتامین تقریباً 10 سال است که به سختی زندگی میکنند. پی هم زندانی شدن دو پسر خانواده که هر یک 3 فرزندی دارند میان والدان آنها را خم کرد. ولی آنها برای زندگی بهتر پسرانشان را به مهاجرت کاری فرستاده بودند. شهرت ستیموف فرزند خرده از سال 2010 به مهاجرت میرفت. من این کلونش یکم پسرش همین خیلی DCP دیاگنوز موندگی این ولد بچه همونو لچت میکنیم گفت دادا من کار میکنم گفت برف و یک دوبار آمده برف ناز بود. در سفر سیوم شهرت پدر و مادرش آوازه گوناگون را از دهان همدهگانش شنیده به تهلکه میافتند. در آن روزها شهرت به پدر زنگ زده میگوید که برای کاری بهتر به دیگر شهر میرود. همین خیلی گپ شنیدیم که وای نماز بمیرد سونی پسر کلونا اینجا کار کرد. من گفتم رفته ها گپ هر خیلی شنداشتم 3 گپ تو رفت گفتم بین اگر اوقات اینجا باشد فرسون. همین خیلی سونی اینجا شور شد که وای بچه ها سوریه و گذشته برفته اگه بود. من گفتم این خیلی شدنش ممکنی آخه. بکمراد ستیموف پسر کلانی خانواده و طبیب دندان با توصیه پدرش برای آوردن به روسیه می رود ولی موفق نمی شود. شهرت از آنجا به جای بازگشت به همسایه کشور سوریه می رود و همسرش را هم دعوت می کند. مرا شوهرم به ترکیه جیغ زد و من رفتم. وی در مغازه کار میکرد و صبح میرفت و بیگاه می اومد. 2 فرزندم را در آنجا تولد کردم و در خانه می نشستم. برادر شهرت بکمراد ستیموف را سال 2015 مقامات تاجیک پس از برگشت از روسیه به 8 سال زندان محکوم کردند. پس از چند شهرت را نیز به وطنش آورده به 14 سال زندان محکوم نمودند. سال 19 از طرف امنیت بهش اومده و یا آورد قبل آورده سود کردم. 1-2 ماه پیش من خبرم اینو علاقنده بود و ترکیه بود از می بیاد گفته نه اومد
قبیله وردم. بعد این حادثه ها صحتی والدین بد شده است. مادر به بیماری قلب گرفتار است ولی برای روزی نویرگانش در حوله و کشتزار کار میکند. هرچند به دشواری روزگار را پیش میبرند ولی امیدوارند که فرزندانشان را دوباره در آزادی میبینند. غمگین نشوید. ما یگان کاری بد نکردیم. به خانه یگان زن با نیتی ناجانه در آمدیم. خانه کسی را ویران و ولنگار نکردیم. ما فقط نمازهایمان را نافهمیده خطا خوانده ایم. گفت فرزندم. من از شرم به کوچه ها نمی بر آمدم. ولی فرزندم گفت که زیغ نشوید. ما خطاهایمان را فهمیدیم و حالا روزهای نیک در پیش است. مقامات تاجیک میگن 37 ساکن ناحیه سپتامین در جنگ‌های کشورهای خارجی شرکت میکنند ولی سرنوشتشان معلوم نیست. حالا تنها 6 نفر آنها در جماعت استقلال سپتامین در پیگرد قرار دارند. برخی از آنها همسر و فرزندانشان را نیز همراه خود بردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپتامین. پلیس امریکا نفری را که به ازدحام مردم در کنار شهر چیکاگو هنگام راهپیمایی به مناسبت روز استقلال این کشور تیر پراند و 6 کس را کشت به حبس گرفت. در این حادثه تقریبا 10 نفر دیگر نیز زخم برداشته است. 246 سال پیش ایالات متحده آمریکا از بریتانیای کبیر استقلال به دست آورد. خبرنگار مهناز جان محمدова در واشنگتن در جشن استقلال شرکت کرد و این گزارش را برای ما فرستاد. روز استقلال ایالات متحده آمریکا به امضا رسیدن اعلامیه استقلالی که در سال 1776 4 ایول با دکلراسیون صاحب استقلالی ایالات متحده آمریکا از شاهیگری بریتانیای کبیر قبول گردید. مردم گوناگون اندیشه آمریکا این روز را جشن گرفتند چرا که همه شخصانی که با ملت‌های گوناگون در آمریکا زندگی می‌کنند به این روز ارج می‌گذارند و در این مراسم با آمریکایی‌ها همراه و همراه می‌شوند. تاجیکان مقیم آمریکا نیز استثنا نیستند. ما هم همراه فرزندا در این روز به تماشای باغ‌های جایزیستمان می‌رویم، در آنجا پیکنیک می‌کنیم و همچنین در شهر نیویورک یک نمایش بسیار دیدنی فیرورک‌ها یا آتشبازی دایر می‌گردد و ما نقشه داریم که حتما به دیدن آن هم رویم. عنعنه روز استقلالیت از چاره‌بینی‌های ایرانه از جمله پیکنیک‌های عائلوی، فیرورک، شوخی و بازی‌ها در این روز عبارت است. تجلیل استقلالیت برای تاجیکان پدیده نو نیست، هرچند تنها پس از توقف طولانی تاریخی نو استقلالیت به دست آوردند، اکنون آن یکی از جشنواره محتشم ملی محسوب می شود و این عنعنه را در امریکا نیز ادامه می دهند. مفهوم استقلالیت این جانبازی، تلاش، مبارزه، آزاد بودن از تحقیر و تحمیل افراد اون که قوم و قبیله می باشد و مردم تاجیک از این مرحله زندگی گذاشتند و استقلالیت رو با یک تلفات و تلاش‌های زیادی به دست آوردند و کی چون مردم تاجیک آن رو درک کرده میتواند. در حالی که در تمام آمریکا این روز را با تمام شکوه و عظمتش جشن می‌گرفتند، در حومه شهر شیکاگو ایالت ایلینویس حادثه تیراندازی باعث شد که حداقل 6 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند و این مراسم را تعطیل کردند. مهناز جان محمدova، رادیو آزادی، واشنگتن دی سی. پس از شکایت زیادی مشتریان و دعوا و کشمکش با شرکت‌های خانه‌سازی، حکومت شهر دوشنبه مقررات دادن اجازتنامه به این گونه شرکت‌ها را دیگر کرده است. از این بعد آن شرکت‌های حق خانه‌سازی در پایتخت تاجیکستان را پیدا می‌کنند که سرمایه زیاد دارند و گردش سالانه مبلغ آنها نه کمتر از 50 میلیون سومانی است.
اسکندر فیروز و بارود یوسفی این گزارش را تهیه کردند. شهرداری دوشنبه با تصویب قرار مقرر کرده است که از این به بعد به ساختمان منزل در پایتخت تنها شرکت‌های حق خواهند داشت که گردش سالانه مالیه‌شان نه کمتر از 10 میلیون سومانی است. برخی به این نظرند که چنین تصمیم باید از مدت‌ها قبل راه‌اندازی می‌شد، زیرا در این صورت از فعالیت شرکت‌های خلافکار ساختمانی در دوشنبه جلوگیری کرده می‌شود. دکترم ساختمان شده که معلمم ساختمان شده که بیزنسمنم ساختمان شده لیکن باید پول جمع کنه برآمده میرد. این بهترین چیز. شهرداری هدف ترتیب نوع اجازه‌دهی به شرکت‌های ساختمانی را شفافیت در انتخاب درست شخص حقوقی، حمایت حقوق و منفعت‌های قانونی حصه‌گذاران و از بین بردن حالت‌های به تأخیراندازی انجام کارهای ساختمان بنا و انشاءات‌ها در حدود شهر دوشنبه نام می‌برد. همچنین گفته شده است که ساختمان مجمع بناها به شرکت‌های اجازه داده می‌شود که گردش سالانه آن نه کمتر از 50 میلیون سومانی باشد. برخی از صاحب نظران چنین تصمیم را مانع رقابت آزاد در بازار ساختمان منزل عنوان می‌کنند. اگر از نقطه نظر صفت باشد، اگر این میتواند به صفت شرکت و فعالیت بلند برداشتن صفت نوکی شرکت‌های ساختمانی تاثیر کرده می‌رساند. به قول برخی از صاحب نظران ترتیب نوع اجازت ساختمان در دوشنبه شرکت‌های خود را از بازار بیرون می‌کند. خب حمایت حقوق منفعت‌های خریداران کار خوب است، اما به نظر من این تصمیم با کمک ساختمانچیان بزرگی که دستشان دراز است گرفته شده است و این ساحه نیز دارد به مونوپول تبدیل می‌شود و شرکت‌های خود ساختمانی را از بازار خارج می‌کنند، خیلی نفران را از کار محروم می‌سازد. شهرداری دوشنبه در آغاز سال در یک جلسه از شیوه ساختمان‌ها در پایتخت نگرانی شدید کرده و دستور داده بود که ترتیب اجازت ساختمان‌ها تغییر داده شود. زیرا اکثر وقت انشاءات بناها به راه‌های ضروری، میدانچه‌های بازی کودکان، شرایط برای میبان، توقفگاه‌ها و تعمیر داخلی قبول کرده میشود. در گذشته شکایت‌های زیادی از ساکنان می‌رسید که شرکت ساختمانی بناها را به اتمام نرسانیده غیب زده است و یا بعضا موارد یک خانه را به چند نفر فروختند. همچنین حالت‌های نگرانی از صفت و موقع بنای منزل‌ها زیاد به مشاهده می‌رسید. برمیگردیم به بدخشان. حکومت این ولایت بازسازی پل و بازار را آغاز کرده است که آخرین ماه می بر اثر سوختار ویران شدند. آن زمان که خاروق ناآرام بود در شبکه‌های اجتماعی خبر پخش شد که بازار را بر قصد آتش زدند، ولی مقامات گفتند سبب دیگر چیز بود. همکارم زرانگیز نوروزشاه گزارش می‌دهد. این پل ارتباطی دو محله در خاروق است که در سوختار بازار این شهر خراب شد. شب 28 می بیش از 50 دکان بازار خاروق سوخت و بر اثر یک ترکیش پل ارتباطی آسیب دید. مقامات سبب سوختار را رسش کوتاه ناقل‌های برقی دانستند و ترکیش را از بالون گازی مایع در آشخانه سری راهی نامیدند. ضرر سوختار را مقامات 1 میلیون سومانی حساب کردند. تاجران در صحبت بدون ویدیو با رادیوی آزادی گفتند بیش از 5 میلیون سومانی ضرر دیدند. آنها میگویند مقامات حادثه سوختار را درست تحقیق نکردند و به کسی نیز جبران ضرر پرداخت نشد. حکومت ولایت بدخشان بعد بیش از یک ماه حادثه از آغاز بازسازی قسم سوخته بازار خبر داد. تاجران گفتند اکثری آنها با پول قرض تجارت داشتند و اگر مقامات برایشان سبوکی ندهد دوباره به تجارت برگشتن نمیتوانند. اخبار آزادی را اینجا به پایان میرسانیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. خبرهای بیشتر را از سامانه رادیو آزادی، شبکه‌های آزادی ویدیو در یوتیوب، در صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر پیدا کنید. ما را در برنامه‌های دیگر از فردا پیگیری کنید و با رادیو آزادی بمانید.